برای که زنی که شوهر اطاعت میکند طلب مغفرت میکند. باز که والحیتان فی الماء، برادرای عزیز، این هزل نیست، این افسانه نیست. در بحر چند عدد ماهی است. ببین میلیارد ماهی در زیر بحرها وجود دارد. حبیب خدا گفت همه ماهی ها در دعاشون دعا میکنه در حق زنی که اطاعت کننده شوهر است. میگوید خدایا مغفرتش کن. تماشا که وقتی پرنده در حق دعا میکند، ماهی در زیر آب دعا میکند. والملائکه فی السماء، حبیب خدا میگوید ملائکه هایی که در آسمانند عدد ندارند در حق زن اطاعت کننده دعا میکنند. والقمر و شمس، آفتاب و ماهتاب در حق زن اطاعت کننده دعا میکند. ما دامت فی رضای زوجها، تا زمانی که زن شوهر راضی باشد در حق این زن همه آن چیزی که نام بردم حبیب خدا بود در حقش دعا میکنند. بسیار خوب میشود که خواهرای عزیز نه برای دادر جنگ کن، نه برای برادر جنگ کن، نه برای خواهر جنگ کن، نه برای مادر و پدر جنگ کن. همیشه احترام شوهر تا بجا بیار. همیشه هر چیزی که نقشه که میکشد از نقشش بیرون نشو. خاطر فرزندکات، خاطر روز قیامت، خاطر روز گویم که قبرت، همه اینا را پیش چشم بیارو. خاطر هیچ کس نبین، خاطر شوهر تا ببین. شوهر تا احترام کن. اگر ما باوری دارم همین خواهر که 3 کودک دارد، از پشت همین دادری که جنجال کرده است 1 هفته در خانه همین دادر بیست باور